سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه دعوت قاری عبدالقهار به مقامات برای سخنانش درباره بیناموزها، تفاوق تاجیکستان و قرقیزستان بر اثر باش 14 کیلومتر مرز دو کشور، رستم امامعلی به ورزشگر تاجیک خانه توفه کرد، 7 سال حکم زندان داماد و جورش برای عروس ربایی. و اکنون تفصیلات خبرها. کمیته دین تاجیکستان شام 18 اکتبر سال 2023 با نشر یک اظهارات تصدیق کرد که عبدالقهار میرزایف معروف به قاری عبدالقهار، یک روحانی معروف اسیسار را در پی رسانه شدن یک سخنرانیش در مراسم نماز جنازه به مقامات دخلدار دعوت کردند. روز 18 اکتبر ژورنالیست عبدالقادر طلبکوف از خبر یک شاهد نماز جنازه یک دختر جوانمرگ در دهه ترد بابا در کنار شهر ایسار خبر داد که گویا روز 17 اکتبر قاری عبدالقهار در مویزش پدر دختر مرحوم را که در سن 25 از بیماری قند درگذشت برای نماز نخواندنش با یک لعن تند مذمت کرده است. خود قاری عبدالقهار برای شرح این ماجرا دسترس نیست، ولی کمیته دین در بیاناتش گفت احتمالیت پس زدن شان و شرف صاحبان میت از سوی میرزایف عبدالقهار از جانب مقامات دخلدار سنجیده می شود. کمیته دین همچنین خبر داده است که شهروند میرزایف عبدالقهار گوریزویش در یگان مسجد جامعه و 5 وقته کشور به صفت امام خطیب یا امام فعالیت نمی کند. طبق اطلاع به دست آمده روز 17 اکتبر نام برده در دهه ترد بابا شهر ایسار نماز جنازه را امامتی کرده است، در حالی که طبق قرار شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان چنین صلاحیت را امام مسجد 5 وقته دهه دارد. امام مسجد 5 وقته دهه مذکور امینوف نعمت الله می باشد. هنوز معلوم نیست که چرا باعث امام نماز جنازه اون دختر ساکن دهه ترد بابا به جای امام مسجد این دهه قاری عبدالقهار که از دهه همسایه است انتخاب کردند. عبدالقادر طلبکوف روز 18 اکتبر در صحیفه‌اش در فیسبوک از قبل یک شاهد خبر داده است که روز 17 اکتبر در دهه ترد بابا دختر امگی 25 ساله را که بعد 11 سال عذاب و اذیت از بیماری دیابت قند درگذشت دفن کردند. در مراسم نماز جنازه او قاری عبدالقهار گویا پدر مرحوم را سرزنش کرده گفته است که من میدونم که این اویله بینماز هستند. بینماز کیست؟ بینماز حجت خانه است. بینماز سگ مردگی است. به گفته شاهد حادثه گویا قاری عبدالقهار الفاظ قبیح از این قبلی را پشتی هم قطار کرده صاحب میت را برای نخوندنش خیلی سرزنش کرده است. عجب آیا نفری که جگربند غورمرگش را از دست داده است و خون میگیرد در همین لحظه با چنین لعن مذمت کردن از تعلیمات دین مبین اسلام است؟ آیا رفتار دومالا به فرموده شرعی ازای مومن حرام است سازگار می باشد؟ آیا دغلانه به مردم مناسبت کردن به نظر نگرفتن فرموده شریعت عزیزمان ملال قوم جایز نیست نمی باشد؟ نوشته است عبدالقادر طلبکوف، ساکن دهه ترد بابا. خبر مرگ دفن یک دختر جوان گرفتار بیماری قند در صحنه 17 اکتبر تصدیق کردند، ولی می گویند لعن صحبت قاری عبدالقهار در مراسم نماز جنازه به این حد تند و پرمعلومات نبود که به قلم دادند. قاری عبدالقهار از روحانیان معروف ایسار به شما رفته با روحانیان مشهور چون دوملا عبدالرحیم قزاقانی همنشین بوده است. او با موعظه هایش در بین اهل دین نام برآورده است. به تاجیکستان و قرقیزستان میسر شده است که بر سر باش 14 کیلومتر مرز مشترک این دو کشور در سال اخیر به مرز اعظم ناآرام در آسیای مرکزی تبدیل یافته است. به توافق دست بیابند. دیوان وزیران قرقیزستان خبر داد که از 12 تا 18 اکتبر سال 2023 در شهر بوستان ولایت سوغد تاجیکستان ملاقات نوبتی گروه‌های خریطه‌ساز هیئت‌های دولتی دو کشور عاید به تعیین و علامتگذاری مرزها دایر شد. گروه‌های توپوگرافی 13 کیلومتر و 980 متر مرز دولتی قرقیزستان و تاجیکستان را مشخص کردند. طرف‌ها کار را برای تعیین قطعه‌های باقی مانده مرز در ملاقات آینده که در قلمرو جمهوری قرقیزستان دایر می‌شود ادا خواهند داد. پیرامون نتیجه های ملاقات پروتکل دخلدار به امضا رسید. گفته می شود در اطلاع رسمی. تفصیلات دیگر آورده نشده است. معلوم نیست که این نزدیک 14 کیلومتر مرز در نشست بوستان
موافقه شده مربوط به کدام قطعه از بیش از 300 کیلومتر قطعه باسی باقی مانده در مرز تاجیکستان با قرقیزستان است. در اطلاع کوتاه تنها تاکید شده است که ملاقات در فضای دوستانه و حسن تفاهم برگزار شد. از اول ماه اکتبر تاجیکستان و قرقیزستان اینک بار دوم از پیشروی در مذاکرات مرزی خبر میدهند. روز 8 اکتبر در پی مذاکراتی که از 3 تا 8 اکتبر در شهر بادکند قرقیزستان برگزار شد، طرفها خبر داده بودند که با 43 کیلومتر و 320 متر مرز عمومی بین دو کشور را مشخص کردند. یادآور میشویم با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه باسی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه ها رخ میدهند. این مناقشه ها بعضا به تیرپرانی ها میپیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف میشوند. در 2 سال اخیر در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 240 نفر کشته شده، حدود 750 نفر از هر دو جانب زخمی شدند. روز 19 اکتبر سال 2023 شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی پالات بالای پارلمان تاجیکستان رستم امامعلی 7 ورزشگری را که در بازی‌های 19 آسیا برای تاجیکستان مدال آوردند به حضور پذیرفت و طبق وعده به هر کدام آنها وابسته به مدال‌های گرفته‌شان خانه تحفه کرد. تقدیم منزل‌های نو یک باره به ورزشگر تاجیک برای پیروزی در مسابقه‌های بین المللی بار اول صورت می‌گیرد. بنا به اطلاع رسمی رستم امامعلی این 7 ورزشگر را برای نایل گردیدن به مدال‌های طلا، نقره و برنجی در 19مین بازی‌های آسیا در شهر هنگژو چین و بلند برداشتن پرچم تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته، همچون نشان قدردانی به سامان محمدبیکوف و دولت بولتایف که در مسابقه های گشتین جودو و بوکس در خنجو سزاوار مدال طلا شدند، کلیدهای خانه 3 حجرگی را سپرد. همین طور به تیمور رحیموف برای دریافت مدال نقره در مسابقات گشتین جودو خانه 2 حجرگی و برای بیروز خوجزاده، خیراندیش مرادزاده، حق نظر نظروف و مجگونه سمدوه کلیدهای خانه های 1 حجرگی تقدیم کرده شد. رستم امامعلی ضمن تقدیم خانه ها به ورزشگران کامیاب در مسابقه های آینده برای پیروزی تمنا کرده و تاکید کرده است که جوانان باننگ و ناموس، معرف کننده و نامبردار وطن خویش به شمار می روند و همیشه تحت توجه و غمخواری های پیوسته قرار دارند. خاطرتان می نماییم که در بازی های 19 آسیایی که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر سال 2023 در شهر خنجو برگزار گردید، 118 ورزشگر تاجیک اشتراک داشتند. تیم تاجیکستان از این مسابقه با 7 مدال، 2 طلا و 1 نقره و 4 برنجی به وطن برگشت. تاجیکستان از لحاظ صفت مدال ها در بین 45 کشور در زینه 24 و از لحاظ شماره عمومی مدال ها در زینه 25 قرار گرفت. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادگاه رقم 2 شهر تراس در جنوب قزاقستان 2 جوان زاده ولایت‌های منگ قشلاق و اقتیپه را با جرم آدمربایی ولی در اصل برای عروسربایی به 7 سال زندان محکوم کرد. در این باره روز 8 اکتبر سال 2023 دادستانی ولایت جنبول خبر داد. بنا به فرضیه تفتیشات شهروند ژ بهار سال 2022 توسط دوستان عمومیشان با دختری به نام آشنا شد، ولی دختر بعد چند ملاقات از دوام دادن روابط با این جوان دست کشیده است. با این وجود شهروند ژ نقشه دزدیدن دختر را با مقصد ازدواج کشیده است. ماه فوریه سال 2023 او همراه یک دوستش به شهر تراز آمده دختر را با روی فریب از خانه برآورده مجبوراً به ماشین خود سوار کردند و تلاش کردند که از شهر فرار کنند. صدای داد و فریاد دختر را همسایه و شنیده به پلیس خبر دادند. کارمندان پلیس فوراً از پس عروس ربایان شده بعد چند ماشین آنها را من و دختر را آزاد کردند. دادگاه دوم تراز روز 21 سپتامبر سال 2023 محاکمه این پرونده پر سر و صدا را به پایان رسانده هر دو عروس ربا را بر اساس قسم اول ماده 125 کودکس جنایتی قزاقستان در ربطن انسان گناهکار شناخته و هر کدام را 7 سال حکم زندان داد. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است. دادستانی تاکید کرده است که
ربودن انسان از جمله عروس ربویی، پایمال کردن حقوق انسان و اصلاح آزادی و برابری به شما رفته جنایت جدی است که برای آن همچون جزا حکم زندان واقعی پیش بینی شده است. عروس ربویی یک عنعنه قدیمه در بین خلقای آسیای مرکزی و قفقاز بوده. در دوران شوروی خیلی کاهش یافته بود، ولی در سالهای 90 عروس ربویی دیگر باره اوج گرفت. در قرقیزستان که چنین حادثه‌ها بیشتر در همین جا مشاهده می‌شوند، در کودکس جنایتی حتی یک ماده مخصوص عروس ربویی شامل کردند. در سالهای آخر حالت‌های عروس ربویی در قزاقستان نیز مشاهده می‌شود، ولی به فرق از قرقیزستان در کودکس جنایتی قزاقستان ماده علاوه برای چنین نوع جنایت وجود ندارد و عروس ربویان را معمولا با اتهام ربودن انسان با ماده 125 به جوابگری می‌کشانند. این ماده هم چون جزا تا 15 سال زندان را پیش بینی می‌کند، ولی بر اساس اعضای زیر این ماده اگر جنایتکار با اختیار خود گروگان را آزاد کند از جوابگری آزاد کرده می شود. 7 اکتبر سال 2023 تخمینا ساعت 23:00 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه مرسدس بنز صادقوف کامران شفقاتوویچ سال تولدش 1991 ساکن نویه 8 هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد دهه دوستی نویه 8 به یدکه افت-ماشین کماز که در کنار راست راه می ایستاد برخورده است. در نتیجه مسافر افت-ماشین مذکور حکیموف حلیم جان سال تولدش 1986 ساکن نویه مذکور جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده صادقوف و مسافر دیگر افت-ماشین بابوالی فیروز و تاشتمیروف ایسان سال تولدشان 1987 ساکنان امین نویه جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 28 ساله ساکن نویه خوولینگ با رای فریب به باوری مرد 55 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده افت-ماشین تمغه اولون را 250,000 سومونی نرخ‌گذاری نموده قسما مبلغش را پرداخت کرده افت-ماشین مذکور را به گرو گذاشته مبلغ به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. این چنین گمان برشونده با رای فریب به باوری مرد 33 ساله ساکن پایتخت در آمده افت-ماشین تمغه مرسدس بنز را 741,000 سومونی نرخ‌گذاری نموده آن را به گرو گذاشته مبلغ به دست آورده‌اش را به منفعت شخصی صرف نموده است. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیلی سومونی با عریضه مرد 34 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه آگوست سال 2023 مرد 35 ساله ساکن نویه حمدانی با رای فریب به باوریش در آمده از او 2 عدد افت-ماشین تمغه کیا اسپورتیج ارزشش 150,000 سومونی و تویوتا کمری ارزشش 140,000 سومونی را گرفته وعده داده است که در مدت 3 روز مبلغش را به پررگی برمیگرداند، اما نامبرده از این مبلغ 107,000 سومونیش را برگردانیده باقی مانده 183,000 سومونیش را تا حال بر نگردانیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده با عریضه زن 62 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 16 اکتبر سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی به خانه استقامتی پسرش مرد 40 ساله ساکن همین شهر در آمده از آنجا 6 عدد انگشتری طلایی، 3 جفت گوشوار طلایی و 1 عدد دستمونه طلایی که ارزشش 20,000 سومونی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جنایت را نابالغ 12 ساله ساکن شهر ترسونزاده صادر نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه فیض‌آباد با عریضه مرد 39 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه ایون سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی از زمین‌های چراگاه موضع چکر جماعت دیهات الیف امین نویه یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 12,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مردان 31 و 33 ساله ساکن نویه فیض‌آباد با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را
در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.